اگه نیازه برم بیارم. نه گرفتیم. بعد نشون كما كان يقول وقال أصحاب الحسين في ليلة العاشر للإمام الحسين إلا زرقات لا أتمنى. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جمعی از فعالین اجتماعی استان کردستان هستیم. در روغنه کم داغ بشه فعلا. در راستای خدمات رسانی به عزیزان و دوستان و برادران و خواهرانی که اومدن در تشییع جنازه امام و قائد شهیدمون شرکت کردن جهت پذیرایی این موکب رو زدیم که بالغ بر 26 نفر از جوانان اهل تسنن و شافعی مذهب حضور دارن. ما اینجا داریم شروع کردیم به پخت انواع نونهای محلی و همچنین توضیح انواع میوه آب معدنی و دوغ محلی و شربت برای زواری که تشریف میارن. هدف از اومدن ما به اینجا این بود قبل از اینکه ایران وارد جنگ رمضان بشه ما فعالین اجتماعی مشغول به درست کردن و تشکیل کردن و تکثیر گروه‌های مردمی بودیم که بتوانم خود گروه‌های مردمی در راستای حل مسائل اجتماع و بوممون قدمی برداشته باشند تا اینکه وارد جنگ شدیم و ما همچون زیر یک بیرق و داخل یک کشور و دارای یک امام واحد هستیم، چون امام خامنه‌ای فقط امام و قائد اهل تشیع نبود بلکه متعلق به همه ما بود. حضرت آقا میخواست خودشو فدای ملت کنه و ملت هم میخواستن که فدای حضرت آقا و وطن بشن، غافل از اینکه حضرت آقا زودتر برنامه‌ریزی کرده بود که با جان خودش، با مال خودش، با فرزندان خودش را نثار میهن عزیزمون و مردم جمهوری اسلامی ایران و کل مسلمانان دنیا کنه. و پیامی که اینجا ما داریم برای جوانهای خارج از کشورمون این ازشون میخوایم که با تکثیر و تشکیل دادن گروه‌های مردمی در راستای حل مسائل خودشون و کمک رساندن به خودشون انشاءالله قدمی بردارن و به این ترتیب بتونن بهای خون حضرت آقا را از کفار بگیرن. چون هرچه ما اهل تسنن، تشیع و بقیه فرقه های دیگه با هم دیگه متحد باشیم به اون تمدن اسلامی که حضرت آقا اینجا شعار ایجاد تمدن نوین اسلامی و همبستگی و یکپارچگی و برادری و وحدت بین اهل تسنن و تشیع است شکل میگیره و به اون تمدن نزدیکتر خواهیم شد.